تا 10 ایده یلدایی خوشمزه داریم که خیلی راحت میتونین درستش کنین و شب یلدا کنار خانواده‌تون نوش جان کنین. این دومیشه. برای درست کردن این دسر آسون و خوشمزه به هیچ رنگ خوراکی احتیاج نداریم. فقط کافیه اول 2 قاشق پودر ژلاتین رو با آب سرد حل کنیم. پفکی که شد میذاریم رو بخار کتری تا بماری شه. بعد یک بسته ژله قرمز رنگ رو با آب جوش مخلوط میکنیم و توی جام ها میریزیم. مقداری ازش رو نگه میداریم برای لایه صورتی رنگ و میذاریمشون توی یخچال تا نیم بند شه. برای درست کردن لایه پاناکوتا اول خامه به دمای محیط رسیده رو با شکر و وانیل توی قابلمه میریزیم و با همزن دستی هم میزنیم و میذاریم روی حرارت و بهش شیر و مخلوط پودر ژلاتین و آب اضافه میکنیم و کمی هم میزنیم تا ذرات شکر حل شن. بعد از حل شدن وقتی از داغی افتاد به لایه اول اضافه میکنیم و دوباره میذاریم توی یخچال تا نیم بند شه. حالا ما بقیه پاناکوتا رو با ژله قرمزی که کنار گذاشتیم مخلوط میکنیم و به لایه دوم اضافه میکنیم و میذاریم توی یخچال تا کامل خودش رو بگیره. بعد از آماده شدن میتونید با هر چی دوست دارین تزیینش کنید. امیدوارم درست کنید و لذت ببرید. نوش جان.